رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره خبر می شود که یک یهودی جوان بیمار هست. همراه صحابه می رود. پدرش در بالای سرش در حالت احتضار هست، در حالت نزع روح هست، محتضر هست. پدرش یهودی در بالای سرش همچنانی که ما و شما قرآن تلاوت میکنیم اون تورات را میخونن. رسول خدا صلی الله علیه و سلم دید که اون جوان در حالت نزع روح هست. از پدر یهودیش که تورات میخوان پرسید که آیا در کتابتان ذکر شده است از آمدن من؟ یهودی مشغول تورات بود، سرش را جنباند و نفی کرد که نه و سرش اشاره نه کرد. اون جوان خوابیده گفت که محمد بله در تورات ما ذکر خودت آمدگی هست. وقتی که وفات کرد رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که اقیلوا اخاکم من یهودی. به سبب این اقرار یهودی جوان رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که اون ایمان آوردگی است، این برادرتون از دست یهودی بگیرید و شما غسل دهید و جنازش بخوانید. این یک خصوصیتی حیات پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم این بود که گفتیم پیغمبریش پیش از پیغمبری تمام پیغمبرها به ثبوت رسیدگی است. اگرچه به صورت متأخر باشد به معنا از همه اونها مقدم است.